بعضی وقتا در داستان‌ها یا فیلم‌ها قهرمان‌هایی رو با توانایی‌ها یا شکل ظاهری عجیب می‌بینیم و باور نمی‌کنیم که این گونه افراد در دنیای واقعی وجود داشته باشند. آدم‌های روی کره زمین بوده و زندگی کردند که به قهرمان‌های خیالی قصه‌ها مانند بودند. امروز در این ویدیو درباره انسان‌هایی صحبت می‌کنیم که تا نبینید باور نمی‌کنید که وجود دارند. از شماره 7 شروع میکنیم. پتروس گونزالوس. همه شما داستانی دیو و دخترک را که عاشق هم میشوند شنیده اید. آیا میدانستید که این داستان از روی یک قصه واقعی ساخته شده است؟ پتروس در سال 1537 در اسپانیا به دنیا آمده. از همان سن کودکی پسری غیر عادی بود و تمام بدنش با موی پوشانده شده بود. در آن زمان همه از دیدن او وحشت زده میشدند و نمیدانستند که این کودک به بیماری گرفتار شده است و باعث می شود که روی تمام بدنش مویها رشد کنند. همچنین پدر و مادرش فکر میکردند که او یک کودک لعنت شده است و در سن 10 سالگی او را به یک دزد دریایی فروختند. آن دوست هم از دیدن کودک به حیرت آمده او را به هندوی 3 شاهی فرانسه هدیه داد. شاه اهمیت داد و متوجه شد که این کودک خیلی باهوش است و زبان فرانسوی را زود یاد گرفته است. به همین خاطر دستور داد که به او آموزش دهند. پس از درگذشت شاه، ملکه از پتروس نگهداری میکرد و او را آیله دار کرد. پتروس با یک زن زیبا به نام کاترین ازدواج کرد. آنها با هم خوشبخت بودند و صاحب 7 فرزند شدند. 4 فرزندش مانند پدر سرموی بودند و مشهورترینشان 2 دخترش مندلینا و انتنت بودند. پس از مرگ ملکه، پتروس با خانواده‌اش به پروا رفته، از آنجا به ویتر برفته، سپس در آنجا زندگی را دوام دادند و همانجا در سن 81 سالگی از دنیا رفت. او مردی خوب و با شخصیت بود، اما آن زمان او را همچون یک موجود شیطانی می‌دانستند. بیماری او سبب شد که طبیبان روی این بیماری تحقیقات گذرانند. شماره 6. فوتبالیست سپا. فرانچسکو لنتینی در سال 1889 در ایتالیا به دنیا آمد. او باید یک برادر دوگانگی می داشت، اما از سبب تغییرات در دوره حاملگی مادرش یک پای به بدنش علاوه شده او با 3 پا به دنیا آمد. پدر و مادرش بجز فرانسیسکو 11 فرزند دیگر داشتند و او را با این عیبش نمیخواستند. برای همین او را به خاله اش دادند و خاله اش او را به یتیمخانه کودکان معیوب سپرید. وقتی آنجا کودکان معیوب را دید، فهمید که او میتواند زندگی را بهتر دوام دهد و تصمیم گرفت که از بدنش برای پیشرفتش استفاده کند. او با این 3 پا دوچرخه سواری و فوتبال بازی را یاد گرفت. در سن 8 سالگی به امریکا رفت و آنجا در سیرک مشغولی به کار شد. در کارش خیلی موفق بود. بازی مرد 3 پا در امریکا بسیار مشهور شد. او تصمیم گرفت به افراد مثل خودش کمک کند و زندگی نامه خودش را به صورت کتاب چاپ کرد. به آدم‌های شبیه خودش راه مبارزه با سختی‌های دنیا را نشان داد. او در سن 30 سالگی شهروند امریکا شد و با زن به نام ترسا مری ازدواج کرد. آنها زندگی خوبی داشتند و صاحب 4 فرزند سالم شدند. فرانچسکو تا آخر عمر در سیرک بازی کرد و در سن 77 سالگی درگذشت و به تمام کسانی که مثل او بودند یاد داد که در زندگی تسلیم نشوند. شماره 5. کودک نابغه. کریستیان هنریک که هنوز او را باهوشترین کودک در جهان می‌دانند، سال 1721 در شهر لوبک آلمان متولد شد. پدرش مهندس و مادرش خیمیک بود و فرق او از دیگر کودکان هوش و دانایی زیادی او از همان دوره کودکی بود. او در سن 10 ماهگی صحبت میکرد و جمله‌های کامل را به زبان میآورد. حافظه‌اش بلند بود و در سن 1 سالگی زبان لاتینی را میخواند. او در 1 سالگی درباره تاریخ آلمان توضیحات داد که همه را با دانش خود شگفت‌زده کرده، اما متاسفانه این کودک باهوش از بیماری سلیک رنج می‌برد و بدنش نسبت پروتئین حساس بود. پدر و مادرش این را نمی‌دانستند و به او مواد دانگی می‌دادند که این منجر به مرگ او در سن 4 سالگی شد. میگویند که دنیا کسی بالاتر از اینشتین را از دست داده است. شماره 4. زوج غول‌پیکر. انا هیتینگ سوهان سال 1846 در کانادا متولد شد. خواهر و برادرانش قد متوسط داشتند، اما او در سن 15 سالگی درازی قدش به 2 متر و 7 سانتی متر می رسید.
او در سن 25 سالگی عاشق یک مرد سیرکباز به نام مارتین بیت شد. مارتین هم در خانواده معمولی به دنیا آمد، اما درازی قدش 2 متر و 6 سانتی متر بود. آنها با یک دیدن عاشق همدیگر شدند و قد مارتین آن زمان به 231 سانتی متر می رسید. قد انا هیتینگ از مارتین بلندتر بود. آنها ازدواج کردند و 2 بار فرزنددار شدند. اما دخترشان با وزن 8 کیلو از دنیا رفت و پسرشان با وزن 10 کیلو تولد شده فقط 11 ساعت زندگی کرد. سال 1888 انا هیتینگ در اثر سکته دل از دنیا گذشت. مارتین هم سال 1897 با یک زن با قد معمولی ازدواج کرد و پس از 20 سال او نیز وفات کرد. آنها زوجی غول‌پیکر بودند و مردم آنها را به خاطر استعدادشان در بازیگری و موسیقی به یاد می آوردند. شماره 3 مرد 24 شخصیت ویلیام استنلی سال 1955 در فلوریدای امریکا به دنیا آمد. او یک بیماری روحی داشت که در خودش 24 شخصیت کامل را میدید که هر کدامش رفتار خاص خود را داشتند. این شخصیت ها مرد و زن، کودک و کلانسال، باهوش و کمهوش و حتی با لهجه های گوناگون بودند و ویلیام فقط شخصیت خودش ویلی را کنترل کرده می توانست. بین این شخصیت ها قوی ترینشان هم بودند که دیگرانش را می شناختند و حتی آنها را سرکوب می کردند. بعضی شخصیت هایش به ویلی کمک می کردند و چند تای دیگرش شیطان صفت بودند و جرم‌های مانند دزدی و آدمربایی را مرتکب شدند که باعث شد ویلی دستگیر شود. وقتی او را معاینه کردند و جای زندان به بیمارخانه روحی فرستادند و درمان کردند. بالاخره او معالجه شد و تنها یک شخصیت داشت، اما داستان او در بسیاری از فیلم و داستان‌ها اثرگذار شده بود. 2 دختری شترمانند. الا هارپر سال 1870 در تلسی امریکا متولد شد. او صورت بسیار زیبا داشت، اما در نگاه اول بیماری او به چشم مردم می نمود. الا با زانوهای غیر معمولی به دنیا آمده بود که به طرف بیرون قد می شدند و فقط به صورت 4 دست و پا مثل حیوانات می توانست که حرکت کند. وقتی 12 ساله شد به سیرک رفت و آنجا به دختری شترمانند معروف شد. در تمام تبلیغات سیرک زن زیبایی را نشان میدادند که مثل شتر حرکت میکرد. هرچند این بیماری برای او یک عذاب بود، اما از طرف دیگر او در آن زمان هر هفته $200 کار میکرد که با $5000 با پول امروزه برابر بود. او در سن 17 سالگی سیرک را رها کرد و به مکتب رفت و در سن 35 سالگی ازدواج کرد. فرزنددار شد، اما دخترش با سبب نامعلوم در 1 سالگی درگذشت. او در 48 سالگی به همراه شوهرش یک دخترک را به فرزندخواندگی گرفت، اما این دختر نیز بعد 3 ماه وفات کرد. بعد 3 سال الا با سبب بیماری سرطانی روده دنیا را پیدرود گفت و در کنار فرزندانش به خاک سپاریده شد. شماره 1 دوگانیک‌های مرموز. جنیفر و جان دوگانیک‌هایی بودند که سال 1963 در بریتانیا متولد شدند. آنها در همان سن کودکی آرام بودند و با کسی صحبت نمی‌کردند. بعد پدر و مادرشان فهمیدند که آنها گنگ نیستند و می‌توانند که صحبت کنند. اما آنها بین همدیگر با کلمات مرموز که فقط خودشان می‌فهمیدند صحبت می‌کردند. پدر و مادرشان سعی کردند که آنها را از هم جدا کنند و به مکتب‌های مختلف فرستادند تا آنها با جمعیت رابطه برقرار کردن را یاد گیرند، اما این کار را بدتر کرد. وقتی آنها به خانه برگشتند از همدیگر در برابر دنیای اطراف محافظت می‌کردند. در جشن کریسمس سال 1979 والدینشان به آنها دفتر خاطرات دادند و آنها با سرعت شروع به نوشتن کردند. آنها داستان‌های عجیب و وحشتناک درباره کسانی که جنایت‌های ترسناک می‌کردند نوشتند و پس از مدت خودشان شروع به جنایتکاری کردند. خانه‌ها را آتش زده به آدمان حمله می‌کردند. آنها دستگیر شدند و قاضی آنها را به بیمارستان روحی فرستاد تا معالجه شوند. آنها در بیمارستان از هم جدا بودند و با رفتارهای یکخلایی که می‌کردند طبیبان را حیرت زده کرده بودند. آنها مثل هم رفتار کرده در یک زمان و یک مکان خاص کار به هم مانند را انجام می‌دادند. پس از مدت یک روزنامه‌نگار به نام مارگاریت ویلیامز پیدا شد و برای آنها مبارزه برد تا توانست آنها را به یک بیمارستان عادی انتقال دهد.
قبل از انتقال جنیفر به آن روزنامه‌نگار گفت که یکی از ما باید بمیرد. او گفت که یکی باید بمیرد تا دیگرش تواند زندگی معمولی را در بین جمعیت دوام دهد و جنیفر تصمیم گرفت که زندگی خودش را فدا کند و در سن 29 سالگی درگذشت. طوری که محققان نتیجه گیری کردند، جان و جنیفر یک رابطه سخت مستحکم از عشق و نفرت نسبت همدیگر داشتند و پس از مردن جنیفر، جان تبدیل به یک آدمی کاملا عادی شد. شروع به کار کرد و حالا زنده است و همراه پدر و مادرش زندگانی میکند.